گاه انسان به بنبست مواجه می شود، در سر راهش مریضی ها، بیماری ها، فقر، قرضداری، پریشانی، ناآرامی، عدم آرامش، از دست دادن فرزند، زندگی پیچیده شده، دروازه ها همه بسته شده، انسان مواجه می شود تا این که پی ببره که تو ضعیف، بنده ناتوان، نیازمند خدایی که بی نیاز و غنی هست. هیچگاه فکر نکنی که من نیاز ندارم. هیچ وقت این ثروت تو، این سلامتی تو، این قدرت تو، این جوانی تو، این شهرت تو، این چوکی تو را فریب نده و تو احساس کنی دیگه من نیازی به الله تبارک و تعالی ندارم. این نیاز نباید به بینیازی تبدیل بشه، بعد بگه ما بینیازیم، نیاز به رب العزت و الجلال نداریم. انسان نیایشگر همواره دست به حضور الله تبارک و تعالی بلند می کند، میگه من هرچی دارم از جانب الله هست. ما بكم من نعمت فمن الله، هر نعمتی که دارید از جانب الله تبارک و تعالی هست. او میداند که ولله المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه الله. مشرق و مغرب از آن پروردگاره، به هر طرف که رو بیارم خدا آنجاست. در دل شب، در خلوت و تنهایی، در جایی که هیچ کسی نیست، در جایی که همه درها را بسته دیدی، در جایی که حس کردی یک دروازم حتی باز نیست، در جایی که زندگی تو به بنبست مواجه شد، در جایی که در بستر بیماری افتادی و هیچ طبیبی نمیتواند تو را معالجه بکند، آنجا الله رب العزت و الجلال هست، آنجا پروردگار هست. فثم وجه الله، الله تبارک و تعالی به هر جا هست. انسان نیایشگر حس میکنه که من نیازمند در رب العزت و الجلالم، خیلی نیاز دارم به پروردگار و دعا میکند. هر لحظه دست به دعاست، دست به نیایشه و درد دل خود را به رب العزت و الجلال بازگو میکند. دلا بسوز که سوز تو کاری بکند، دعای نیمه شبی دفع 100 بلا بکند. در دل تاریکی شب انسان نیازمند، انسان فقیر، انسان محتاج رو میاره به طرف الله تبارک و تعالی و از اون تاریکی که هیچ کس صدای انسان به ناله انسان را نمیشنود به غیر از الله تبارک و تعالی، درد دل میکنه به پروردگارش. این نیازمنده. انسان باید حس کنه که من نیازمندم، حس کنه که اگر نگاهی پر از لطف و پر از محبت الله تبارک و تعالی نباشد من بیچاره میشم. بنده حس کنه که من یک لحظه هم بدون رحمت پروردگار عالم نمیتوانم زندگی بکنم. با تمام ثروت، اقتصاد، سلامتی، یک لحظه اگر خدا نظرش رو از من برگشتان من بیچاره میشم. باید حس بکنیم که خدایا نیازمند تو هستیم. الله رب العزت و الجلال در آیه قرآن میفرماید یا ایها الناس، ای انسان ها، انتم الفقراء الی الله، شما فقیرید به سوی رب العزت و الجلال، بیچاره، درمانده، فقیر. شما بی کسی، یک کس دارید، الله، ذاتی که بی نیاز، والله هو الغنی الحمید. الله تبارک و تعالی بی نیازه،
غیر از الله کسی بی نیاز نیست. حتی انبیا هم محتاج پروردگار بودن، دست به دعا بودن. حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم با تمام جایگاه دست بالا می کردن، خدایا انا عبدک، خدایا رسول الله یک بنده ای تو بیش نیست. با وصفی که پیامبر اولوالعزم الله خاتم النبیین، انا عبدک، یک بنده ای تو هستم. سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. بالاترین مداری که بر پیامبر از جانب الله داده شد مقام عبودیت و بندگی. پیامبر خیلی خوششان می آمد که خود را با کلمه عبد مخاطب قرار بدن. من بنده خدایم، من صاحبی دارم.